اصلا سرمایه گذاری در دبی رو خیلی ها به اشتباه به منظره مهاجرت قلمداد میکنن که این سوء تفاهم برای خیلی از دوستای ما هم پیش اومده. اتفاقا هدف خیلی از این سرمایه گذاری ها مهاجرت نبوده، شاید درصد کمی برای مهاجرت بوده، ولی بیشتر اونها اهداف سرمایه گذاری بوده به دلیل اون استخوان بندی قوی و اون شاکله قوی که این بازار در واقع بازار املاک دبی داره و مزیت‌های فوق‌العاده‌ای که داره. این مزیت‌ها و این دلایل باعث شده که ما یک چشم‌انداز بسیار روشن رو نسبت به این مارکت داشته باشیم. این مزیت‌هایی که میگی چی بودن که اینقدر برای سرمایه گذارها جذاب بودن که دبی رو در اولویت انتخاب قرار دادن؟ مزیت‌ها که خیلی زیاده، ممکن از حوصله این جلسه خارج باشه، ولی من 3 تا از اصلی ترین رو به شما میگم. یکیش به عنوان قلهک ارزی. یعنی چطور؟ اینها میومدن یک طرحی رو پیش خرید میکردن، در طول 3 سال 4 سال پولهای خوردشون رو در واقع وارد این مارکت میکردن و بعد از 3-4 سال اینها یک ذخیره ارزی خیلی خوب داشتن که ارزش اون هم در واقع حفظ شده بوده. دومین دلیلش ارزش افزوده. اونهایی که در دبی انتخاب‌های درست، این خیلی مهمه، انتخاب‌های درست داشتن، تونستن سودهای بسیار خوبی رو از این مارکت بگیرن و همینطور که در واقع پیش بینی میشه در آینده همین اتفاق بیفته و چه بسا که بیشتر، چون این مارکت دیگه از اون بچگیش در اومده و بر اساس مطالعات بین‌المللی که ما داریم در بین 30 شهر مطرح دنیا دبی تنها شهریه که حباب منفی داره و از همه کشورهایی که دور برش هم هستن مارکتش مارکت ارزون تری هستش. دلیل سوم که خیلی اتفاقا دلیل مهمیه و خیلی از ما ایرانی ها از اون غافلیم. چون ما اون رو در واقع در کشور خودمون نداریم. این هستش که برگشت سرمایه از اجاره در دبی وحشتناک بالاست. ما نمیتونیم تصور کنیم در واقع در هیچ کشوری در دور و بر ما همچین برگشت سرمایه رو در واقع شما داشته باشین. چرا؟ چون میانگین اجاره بلند مدت فقط میانگینش 8% هستش در سال، یعنی پولی که شما در واقع سرمایه‌گذاری کردین سالانه 8% به شما برمیگرده. این به شرط بلند مدته. اگه کوتاه مدت باشه همین عدد میتونه بین 12 تا 15% در واقع رشد داشته باشه و اگه ما در واقع این رو افزایش اجاره در طول سالیان رو حساب نکنیم، اکثر سرمایه گذارهای ما، من به جد به شما میگم اونهایی که در واقع وارد سرمایهشون رو وارد روند اجاره کردن، کمتر از 7-8 سال تمام پولشون برگشته و بعد از اون هر چیزی که بفروشن میشه سود خالص اونها به ارز. پس نتیجه گیری که میکنیم اینه که نگاه ما به سرمایه گذاری در دبی نگاه صرفاً مهاجرتی نباشه. از این به بعد من و رضا قراره به تمام سوالات شما در حوزه املاک پاسخ بدیم. پس برامون سوالاتتون رو دایرکت یا زیر پست ها کامنت بذارین.